بخش دوم، فصل سوم، مصدق و دوران عوام فریبی. در سال 1326 من عازم آذربایجان شدم. چه در سرتاسر استان و چه به هنگام مراجعت به تهران، استقبال مردم با شور و شوق و هیجانی وصف ناپذیر همراه بود که هرگز از یاد نخواهم برد و اکنون که بدان میاندیشم خود دچار تأثیر و هیجان شدید میشوم. دیگر زمان نوسازی و تجدید بنای کشور فرا رسیده بود. طرفداران قوام در انتخابات مجلس پیروز شده بودند. او نیز چون من توجه داشت که باید برنامه‌های وسیع و جدی برای توسعه و سازندگی ملی تدوین و اجرا کند. لابد خوانندگان به یاد دارند که موافقت نامه‌ای میان احمد قوام با روس‌ها در مورد نحوه بهره برداری مشترک از منابع نفت شمال ایران بر اساس 49 تا 51 منعقد شده بود. روس‌ها در تصویب نهایی این موافقتنامه و تشکیل شرکت نفت ایران و شوروی اصرار فراوان داشتند و در حقیقت می‌خواستند در شمال کشور منطقه نفوذی برای خود مشابه آنچه انگلیسی‌ها در جنوب به هم زده بودند فراهم آورند. سرانجام مطلب در مجلس شورای ملی ایران مطرح شد و قانونی با 109 رأی موافق و 27 رأی مخالف در مورد سیاست نفتی کشور به تصویب رسید. رهبر مخالفان دکتر محمد مصدق بود که بعداً از او سخن خواهم گفت. در این قانون تصریح شده بود که اولاً هر نوع مذاکره با دولت شوروی در مورد واگذاری امتیازات احتمالی نفت به آن کشور هم یکن و ملغی الاثر اعلام می شود. ثانیاً در آینده به هیچ عنوان و شکلی دولت ایران مجاز به واگذاری امتیازات نفتی به خارجیان نخواهد بود. ثالثاً به دولت اجازه داده شده در صورت اکتشاف منابع جدید نفتی در 3 سال آینده جهت فروش نفت حاصل با دولت شوروی وارد مذاکره شود. علیرغم قسمت سوم تصمیمات فوق، روابط ایران با همسایه نیرومند شمالی به تیرگی گرایید و به شدت بحرانی شد. تیرگی روابط با شوروی ما را وادار کرد که برای تضمین امنیت خود و تدارک اسلحه و تجهیزات لازم با دولت ایالات متحده به توافق برسیم. ایران اندک اندک به خود می آمد و نیرو و توانی می یافت. با وجود تحریکات حزب توده در مناطق نفتی، تولید نفت کشور منظماً افزایش می یافت. 19 میلیون تن در سال 1946، 21 میلیون تن در سال 1947 و 25 میلیون تن در سال 1948 که 24 میلیون تن آن تصفیه و صادر شده بود. کشور از خطری حتمی نجات یافته بود و اندک اندک به آرامش و اعتماد باز می‌گشت که ناگهان سوء قصد ناصر فخرآرایی به جان من وقوع یافت که تا امروز به طور قطع ریشه آن را نیافتم. بلافاصله بعد از این سوء قصد بار دیگر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به من احساسات گرمی ابراز داشتند، چرا که دریافته بودند نابودی من کشور را در چه هرج و مرج و نابسامانی و خونریزی که متاسفانه امروز دستخوش آن است فرو میبرد. در اینجا باید بگویم که جامعه روحانیت ایران در این ابراز احساسات عمومی شریک و سهیم بود و برجسته ترین روحانیون و مراجع مذهبی کشور صریحاً اعلام داشتند که نجات مرا معجزه‌ای برای ایران می‌دانند. راستی که احساسات ملت ایران در این هنگام عمیق و صمیمانه بود. هم‌میهنانم به خوبی دریافته بودند که آنها و من با یکدیگر از چه مخاطراتی گذشته و چگونه به نجات وطن توفیق یافته ایم. آنها به خوبی درک می‌کردند که در پرتو اتحاد و یکدلی و همبستگی ملت و شاه ایران به چه کامیابی‌های بزرگ دیگری دست خواهند یافت. من نیز به خوبی احساس می کردم که اگر چنین آماج تیر دشمنان ایران قرار گرفتم، قطعاً راه درست را انتخاب کردم و چون تفضلات خداوند مرا نجات داده است، بیچون و چرا باید به پایمردی ادامه دهم و از تلاش باز نایستم.
در سال 1328 به هنگام افتتاح مجلسین ضرورت اصلاح قانون اساسی را متذکر شدم. قانون اساسی 1906 ما از قوانین اساسی بلژیک الهام گرفته شده بود. اما در آن قانون حق انحلال مجلسین برای پادشاه پیش بینی نشده بود. در اصلاحیه 1328 این اختیار که برای تأمین تعادل قوای سیاسی در کشور ضروری است به پادشاه تفویض شد. قبل از این اصلاح نمایندگان مجلس شورای ملی حتی به هنگام انجام انتخابات به تشکیل جلسات ادامه می‌دادند و بدین وسیله در جریان اخذ رأی مداخلات نامشروع داشتند. در زمان جنگ سفارتین روس و انگلیس هر یک صورتی از داوطلبان مورد نظر خود داشتند و به اتکای قوای اشغالی در دولت می‌کوشیدند آنها را به نخست وزیر تحمیل کنند. برای مقابله با این وضع غیرقابل قبول، من از محمد مصدق که دعوی رهبری ملی داشت و بعداً رئیس جبهه ملی شد، خواستم که دولتی تشکیل دهد و پس از اصلاح قانون به انجام آن ضمن جلوگیری از مداخلات نامشروع دولتین و منتقدان داخلی بپردازد. مصدق پاسخ داد که به 3 شرط حاضر است مأموریت تشکیل کابینه را بپذیرد. نخست آنکه انگلیس ها با این امر موافق باشند. دوم آنکه هر بامداد با من ملاقات کند و تعلیمات لازم را دریافت دارد. سوم آنکه محافظان خصوصی را در اختیار او بگذارم. من به مصدق پاسخ دادم که در انتخاب وزیر هرگز با انگلیسی ها مشورت نکرده و نخواهم کرد و اگر در تقاضای خود اصرار دارد ناچار خواهیم شد که نظر روسها را نیز استفسار کنیم. مصدق گفت در ایران بدون موافقت انگلیسی ها هیچ کار نمیتوان کرد، اما روسها به حساب نمی آیند. در پی این مذاکرات شگفت‌انگیز من حسین علا وزیر دربار را به نزد انگلیسی ها و سپهبد یزدان پناه افسر سابق قزاق را برای کسب نظر به نزد روسها فرستادم. روسها بلافاصله موافقت خود را با اصلاحاتی که پیشنهاد می کردم اعلام داشتند. ولی انگلیسی ها مخالفت کردند. در نتیجه مصدق از قبول سمت ریاست دولت پوزش خواست و جریان مسخره انتخابات همچنان ادامه یافت. نیک به یاد دارم که در این زمان مطبوعات انگلیس جریان انتخابات در ایران را مطابق اصول دموکراسی می دانستند. پس از انجام تغییرات لازم در قانون اساسی، تهیه نخستین برنامه 7 ساله توسعه اقتصادی ایران آغاز شد. هدفهای اصلی برنامه بهبود وضع خطوط ارتباطی، کمک به بسط و توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات نفت بود. 656 میلیون دلار اعتبارات برنامه اول بدین ترتیب تقسیم می شد. رفاه اجتماعی 28.6%، کشاورزی 25%، حمل و نقل و ارتباطات 23.7%، صنایع و معادن 14.3%، توسعه تأسیسات نفتی 4.8% و مخابرات 3.6%. در فصل رفاه اجتماعی توجه خاص به آموزش و بهداشت معطوف شده بود. مقرر بود که در هر استان یک بیمارستان 500 الی 700 تخت خوابی بنا شود و ترتیبات پیشگیری از بیماری‌ها گسترش و بهبود یابد. در همین برنامه ساختمان 5000 مدرسه ابتدایی، 150 دبیرستان، 26 مدرسه حرفه‌ای پیش بینی شده بود و امیدوار بودیم که به این ترتیب 1 میلیون کودک و 175,000 سالمند از نعمت سواد برخوردار شوند. بالاخره احداث 3 دانشگاه در استانهای مختلف کشور در برنامه منظور گردیده بود. در زمینه کشاورزی، آغاز مکانیزه کردن کار کشاورزی، احداث سدها و مراکز تولید برق در برنامه منظور گردید. در زمینه صنعت قرار بود که اولویت خاص برای صنعت ذوب آهن، نساجی، آجرسازی، محصولات شیمیایی و نیز
اکتشاف و بهره برداری از معادن قائل شویم. در قسمت ارتباطات، علاوه بر مرمت 6700 کیلومتر راه‌های موجود، احداث 3000 کیلومتر راه‌های جدید، اتمام ساختمان راه آهن تهران به تبریز، تهران به مشهد و تهران به یزد پیش بینی شده بود. همچنین قرار بود که بندرهای کشور در خلیج فارس و دریای خزر مرمت و تجهیز شود و برای بهبود وضع فرودگاه‌ها و نیز شبکه مخابراتی ملی اقدامات اولیه صورت گیرد. تقویت ارتش، تجدید سازمان ژاندارمری به منظور خلع سلاح عشایر نیز مورد نظر بود. در زمینه مسائل اجتماعی، تجدید نظر در قوانین جزایی و مدنی، افتتاح دادگاه‌های جدید به منظور تسریع در فعالیت دستگاه قضایی، اصلاحات اداری، عمران مناطق عشایری میبایست مورد توجه قرار گیرد. البته در سالهای بعد کشور ما توانست همه این هدفهای اول را پشت سر بگذارد. ولی متاسفانه اجرای برنامه 7 ساله اول از سال 1325 تا سال 1332 به هنگام حکومت مصدق و بحران نفت در بوته تعطیل ماند. قتل سپهبد رزمارا. در این اوان ما به مذاکرات خود با شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه میدادیم. هدف آن بود که عواید ما از محل نفت به طور قابل ملاحظه افزایش یابد و دولت ساعد نتوانست این مهم را به انجام رساند. دولت علی منصور نیز توفیق نیافت. سرانجام سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش که به هنگام نجات آذربایجان نیز همین سمت را داشت، مأمور تشکیل کابینه شد. اما مذاکرات نفت به درازا کشید. من غالباً از خود سوال کرده و می کنم که آیا از همین زمان توقف بهره برداری از منابع نفت جنوب که در زمان حکومت مصدق تحقق یافت مورد نظر انگلیسی ها نبود و آیا به همین سبب مانع توفیق مذاکرات نمی شدند؟ رزمارا که یک نظامی قابل و با کفایت بود، در مقابله با تحریکات و بازی‌های پارلمانی از خود تدبیر لازم را نشان نداد و اشتباهات وی در همین زمینه بود که با تبلیغات جبهه ملی به دست مصدق بهانه‌های بسیار داد. این تشکیلات به اصطلاح ملی پس از جنگ به دست مصدق بنیان نهاده شد و مخصوصاً در ضدیت با خارجی راه افراط می رفت. از سال 1329 شعار ملی کردن نفت به صورت شاه بیت اهداف سیاسی جبهه ملی درآمد. من با ملی کردن نفت موافق بودم، ولی راه و روش هایی را که مصدق برای نیل به آن توصیه می کرد تأیید نمی کردم. در این زمان جبهه ملی به ترتیب دادن تظاهرات خشونت آمیز بر ضد دولت پرداخت و کینه و نفرت نسبت به وی را در میان توده های مردم تشویق کرد. در روز 16 اسفند 1329 سپهبد رزمارا به دست یک نفر از اعضای فداییان اسلام هنگامی که برای شرکت در یک مراسم مذهبی به مسجد بزرگ شاه تهران آمده بود به قتل رسید. پس از قتل رزمارا به وسیله افراطیون دست راستی، حسین علا که مردی محترم و دنیا دیده بود، مأمور تشکیل کابینه شد و مقرر گردید که پیش از هر کار راه حلی معقول و مطلوب برای بحران نفت بیابد. ولی اغتشاشات و تظاهرات فروکش نکرد. مصدق که این تظاهرات را رهبری می‌کرد به ملت وعده می‌داد که خارجیان را از ایران براند و روزانه صدها هزار لیره استرلینگ درآمد برای کشور تحصیل کند. مجلسیان که تحت تأثیر مصدق واقع شده بودند به من توصیه کردند که وی را در مقابل مسئولیت‌هایش قرار دهم و به نخست وزیری برگزینم. همه عقیده داشتند که زمان تفویض مهام امور به مردی چنین کاردان فرا رسیده است. من در صحت این قضاوت عمومی تردید داشتم و جریان اوضاع ثابت کرد که حق با من بود. علت عدم اعتماد من به مصدق آن بود که در گذشته تناقض‌های بسیار میان گفتار و کردارش مشاهده کرده بودم. مصدق رسما بیانگر احساسات ملی ضد استعماری و میهن‌دوستانه ایرانیان بود و اعلام می داشت که باید از هر گونه امتیاز به خارجیان اجتناب کرد و این رویه را سیاست موازنه منفی می نامید.
و در حقیقت بزرگترین نقطه ضعف او همین منفی بودن در همه شئون بود. مصدق یک روز با آب و تاب بسیار به من می گفت که رضا شاه در ساختمان راه آهن سرتاسری ایران اشتباه کرد، زیرا راه حمله به روسیه را به روی انگلیسی ها گشود. با این وصف به یاد آوریم که در زمان جنگ هنگامی که سمت نخست وزیری را به مصدق پیشنهاد کردم، وی موافقت قبلی دولت بریتانیا را شرط قبول آن دانست. داوری درباره سیاستمداری چون مصدق آسان نیست. در شخصیت و رویه او تناقضات فراوان وجود داشت. ناطقی زبردست بود، اما میان گفته ها و کردارش هماهنگی وجود نداشت و به آنچه می گفت عمل نمی کرد. گاه دچار شوق و التهاب و هیجان بود و گاه دستخوش سرخوردگی و افسردگی و نومیدی کامل. در سخنرانی‌هایش فریاد می‌زد، می‌گریست و دچار اغما می‌شد. بعضی‌ها او را با رابسپیر و بعضی دیگر با رینز مقایسه کردند و حتی برخی از صاحب نظران با شخصیت‌های کمدی‌های کلاسیک ایتالیایی. به روی هم میتوان گفت که مصدق رفتاری کاملا عقلانی نداشت و بیشتر تابع احساسات بود. ولی من سرانجام به این نتیجه رسیدم که وی با انگلیسی ها ارتباط و وابستگی داشت. اسنادی که به وسیله سردار فاخر حکمت رئیس اسبق مجلس شورای ملی ایران انتشار یافت و مدارک منتشره از بازرگانی وزارت امور خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در ایران همه دال بر صحت این استنباط من است. چگونه میتوان قبول کرد مردی که 7 سال قبل از آن موافقت انگلیسی ها را اصل قبول سمات ریاست وزرا دانسته بود، این بار بدون موافقت و تایید آنان نخست وزیری را پذیرفته باشد؟ در کشورهای دیگر نیز سیاست آنگلوساکسون ها مردان به ظاهر مخالف را که میشد به نحوی بر رفتارشان تسلط داشت به حکومت رساند، یا لااقل کسانی را که تصور میشد بر رفتارشان تسلط داشت، زیرا اشتباهات فراوانی را میتوان ذکر کرد. هنگامی که در 8 اردیبهشت 1330 مصدق مأمور تشکیل کابینه شد، 73 سال داشت. وی یکی از ملاکین بزرگ ایران بود که سرانجام به آرزوی دیرین خود، یعنی قدرت مطلق می رسید. من که از قدرت طلبی وی اطلاع داشتم، به او توصیه کردم که در همه چیز شرط حزم و احتیاط را به جای آورد. به وی گفتم که دشمنان استقلال سیاسی و اقتصادی ما فراوان و مکارند و برای اجتناب از مخاطراتی که در پیش است باید با احتیاط و تدبیر پیش رفت. 2 روز بعد از انتصاب مصدق به نخست وزیری، مجلس شورای ملی لایحه اجرایی قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد. من با این لایحه کاملا موافق بودم و بلافاصله آن را تنفیذ کردم. اما عقیده داشتم که بر اساس آن باید با انگلیسی ها به مذاکره پرداخت. مصدق با این امر مخالف بود و عقیده داشت که از طرفی اقتصاد بریتانیا و جهان غرب بدون نفت ایران فلج خواهد شد و از طرف دیگر ایران کاملا قادر است که نفت خود را به بازارهای دنیا صادر کند. به همین سبب دولت مصدق با همه پیشنهادهایی که به منظور ترتیب بهره برداری و صدور نفت ایران شد، چه پیشنهاد هیئت اعزامی به ریاست استوکس و هریمن، چه پیشنهاد بانک بین الملل، چه پیشنهاد حکمیتی که چرچیل و ترومن ارائه دادند، مخالفت ورزید. مصدق که اسیر منفی بافی سیاسی خود بود، موفق شد که راه را بر هر توافقی در زمینه بهره برداری از منافع نفتی ایران سد کند. نتیجه آنکه به هنگام عزلش درست همان وضع روز اول نخست وزیری، یعنی تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت بود و نه یک گام بیشتر. اما باید گفت که شرکای دیروز و مخالفین بعدی ما در این اوان بیکار نشستند. در مقابل تظاهرات ضد خارجی و طرد کارشناسان غیر ایرانی، شرکت نفت ایران و انگلیس دفاتر خود را تعطیل کرد و نه تنها دیگر درآمدی از ممر نفت عاید ایران نشد، بلکه بر اثر مخالفت انگلیسی ها ایران از فروش نفت به خارج نیز ناتوان و عاجز ماند.
فعالیت پالایشگاه بزرگ آبادان تقریباً تعطیل شد. شرکت نوبنیاد ملی نفت ایران ذخایر فراوانی در انبارهای خود داشت، ولی نمی توانست آنها را بفروشد و نه قدرت حمل و نقل و صدور نفت را داشت. اختلاف ایران و انگلیس سرانجام به دادگاه بین المللی لاهه کشید و از لحاظ قانونی اصل ملی شدن نفت به تایید رسید. قاضی انگلیسی به نفع ایران رأی داد و قاضی روسی از حضور در دادگاه امتناع کرد. اما به هر حال در عمل کاری از پیش نرفت. 2 ماه پس از نخست وزیر مصدق، دولت بریتانیا رزمناو مورتیزیوس را به نزدیکی بندر آبادان اعزام داشت و قوای خود را در سرحد عراق و چتربازان را در قبرس متمرکز کرد و به تهدید ایرانیان برخاست. در آن موقع من سفیر بریتانیایی کبیر را احضار کردم و به وی گفتم باید بدانید که در صورت تجاوز به خاک ایران من پیشاپیش سربازانم به دفاع از کشور برخواهم خواست. در تیر 1331 واضح شد که بیش از این نمیتوان به مردی که کشور را به ورشکستگی میکشاند اعتماد کرد. از هنگام ملی شدن نفت تا آن زمان ما حتی موفق به فروش یک قطره نفت نشده بودیم. هیچ توافقی ممکن نبود. برنامه عمرانی 7 ساله به علت فقدان اعتبارات لازم متوقف شده بود و مملکت به سوی پرتگاه می رفت. مصدق که از آینده نامطمئن و پریشان خاطر بود، تحت تأثیر اطرافیانش از من خواست که فرماندهی کل قوا و وزارت جنگ را به وی تفویض کنم. من صراحتاً با این توقع مخالفت کردم و در نتیجه وی در تاریخ تیر 1331 استعفا کرد و احمد قوام به نخست وزیری رسید. من شخصاً الله یار صالح را که یکی از سران جبهه ملی و مردی منطقی و معقول بود برای تصدی نخست وزیری مناسب تر می دانستم. اما اکثریت مجلس به احمد قوام ابراز تمایل کرد. قوام السلطنه گرچه سیاستمداری مجرب بود، اما در آغاز مرتکب اشتباهاتی جبران ناپذیر شد و با ملی کردن نفت مخالفت ورزید. اشتباه فاحش قوام تهران را به آشوب کشید. از 27 تا 30 تیر 1331 تظاهرات خشونت آمیزی در پایتخت صورت گرفت. من به ارتش دستور دادم که از تیراندازی به سوی مردم خودداری کند و سرانجام برای اجتناب از بروز یک جنگ داخلی بار دیگر مصدق را به نخست وزیری منصوب کردم و شرایطش را پذیرفتم. تصور می کنم در این هنگام مصدق به خوبی می دانست که کشور رو به ویرانی می رود. اما چنان از یک طرف دستخوش احساسات عوام فریبانه و ضد خارجی و از طرف دیگر آنقدر در مسائل اقتصادی بی اطلاع بود که جز ادامه راه قبلی کاری نمی توانست انجام دهد. از این پس دیگر مصدق در بحث زندانی متحدان افراطی چپ و راست خود شد. او که خود را قبلاً قهرمان دفاع از همه اصول قانون اساسی ایران می‌خواند، برخلاف همه قوانین مملکتی به فعالیت مجلس سنا پایان داد و دیوان عالی کشور را منحل کرد. انتخابات مجلس شورای ملی را متوقف ساخت، در حالی که 80 نماینده از مجموع 132 نفر انتخاب شده بودند. و چون اکثر همین نمایندگان منتخب نیز با او مخالفت کردند، برای تعطیل مجلس شورای ملی متوسل به ترتیب یک همه پرسی شد. در این همه پرسی رأیگیری مخفی نبود و ناچار آراء موافق اکثریت یافتند. سپس مصدق برای تحمیل عقاید خود به برقراری حکومت نظامی پرداخت که قبلاً همواره با آن مخالف می بود. اصولاً مصدق در تمام مدت زمامداریش به غیر از یک روز با استفاده از حکومت نظامی به اداره امور پرداخت و چون صندوقهای دولت خالی بود محرمانه دستور داد که بدون پشتوانه و بدون رعایت مقررات پولی و بانکی اسکناس انتشار دهند که در نتیجه تورم شدیدی پدیدار شد و به وخامت اوضاع افزود. از طرف دیگر مصدق قادر به جلوگیری از گسترش نفوذ حزب توده نبود. طرفداران حزب توده اندک اندک در همه جا نفوذ یافتند، مخصوصاً در ارتش
که در این هنگام مستقیما تحت نظر مصدق بود که شخصاً به پیروی از سیاستی که انگلیسی ها در زمان جنگ پیشنهاد می کردند، وزارت جنگ را به عهده داشت. همه این مشقات و بحران اقتصادی به این بهانه به ایران تحمیل شد که مصدق می‌خواست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسی ها نجات دهد. اما نتیجه اعمال او این شد که انگلیسی ها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی 1 دینار عاید ایران نمیشد. نفت ما در انبارها باقی ماند و یا استخراج نشد. ولی انگلیسی ها مشکلات خود و مشتریان خود را با افزایش خرید نفت به قیمت ارزانتر از عراق و به خصوص از کویت حل کردند. تصور می کنم در کویت قیمت استخراج هر بشکه نفت در این هنگام 9 سنت بود و در ایران 13 سنت. بدین ترتیب انگلیسی ها در همه جبهه ها پیروز شدند. گویی هدف واقعی مصدق درست خلاف آنچه بود که اعلام می کرد. باید اضافه کرد که دوستان انگلیسی مصدق هنگامی که احساس کردند که دیگر برای آنها مفید نیست و می توان بدون دخالت وی راه حلی برای مشکل نفت پیدا کرد، او را به حال خود رها کردند. در مرداد 1332 پس از حصول اطمینان از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس که سرانجام سیاست مشترکی را آغاز کرده بودند و پس از بررسی اوضاع با روزولت نماینده سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده بر آن شدم که برای یافتن راه حلی وارد عمل شوم. در 25 مرداد 1332 سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی را مأمور کردم که فرمان برکناری مصدق را به وی ابلاغ کند و سپهبد فضل الله زاهدی را که از دوستان پیشین مصدق و وزیر سابق دولت او بود به نخست وزیری برگزیدم. مصدق برخلاف نص صریح قانون اساسی ایران به فرمان برکناری خود اعتنا نکرد و به این هم اکتفا ننموده، به یک کودتای نظامی دست زد. مأمور انجام این توطئه کسی جز سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش نبود. کودتای نظامی مصدق با شکست مواجه شد، ولی شرکت در این توطئه خلاف قانون اساسی کشور مانع آن نشد که ریاحی در زمان سلطنت مستبدانه من ثروتی عظیم از راه فعالیت‌های ساختمانی فراهم آورد و اکنون همین شخص وزیر جنگ بازرگان است. پس از ابلاغ فرمان برکناری مصدق، من که از طرح‌های سیاسی و جاه طلبی‌های او کاملاً باخبر بودم، تصمیم گرفتم که برای جلوگیری از هر گونه خونریزی کشور را ترک کنم و ایرانیان را در انتخاب راه آینده کشور آزاد بگذارم. این تصمیم بی مخاطره نبود، ولی با تأمل و تعمق و سنجش نتایج آن را اختیار کردم. پس از ترک ایران، ابتدا با هواپیمای 2 موتوره شخصی خود به بغداد رفتم. سفیر ما در بغداد حتی در مقام توقیف من برآمد. ولی من به زیارت عتبات عالیات شتافتم و سپس راهی روم شدم و در آنجا بود که از سرنوشت فلاکتبار سیاستمداری که ایران را به ورشکستگی و سقوط کشانده بود آگاه شدم. باید گفت که ملت ایران در آستانه سقوط حتمی به خود آمد و نسبت به خطر عظیمی که حیات کشور را تهدید می کرد، آگاهی و وقوف یافت. پس از آنکه من ایران را ترک کردم، کشور 3 روز دچار فتنه و آشوب بود. به خصوص در 2 روز اول در تهران، هواداران مصدق و توده‌ای‌ها تظاهرات وسیع و خشونت آمیزی ترتیب دادند. در روز سوم، یعنی 28 مرداد، کارگران، اصناف، دانشجویان، پیشوران، صاحبان مشاغل آزاد، سربازان و پاسبانان، همه زنان و مردان و حتی کودکان با همتی بی‌نظیر و شجاعتی وصف ناپذیر به میدانها و خیابانها ریختند و به مقابله با تفنگها و مسلسلها و حتی تانک‌های دیکتاتور غیرمسئول پرداختند و اوضاع را 1 روزه دگرگون کردند.
بر اثر یک تیراندازی اخطارگونه مصدق با پیژامه از خانه خود گریخت و به زیرزمین یکی از منازل مجاور پناه برد. ناگفته نماند که به دستور مصدق 27 چوبه دار در میدان سپه تهران برپا کرده بودند که در ملأ عام تعدادی از مخالفین وی را که تنی چند از آنان یاران سابق خود وی بودند اعدام کنند. پس از این ماجراها من بیدرنگ به وطن بازگشتم و با استقبالی پرشور و گرم از جانب هموطنانم مواجه گشتم. گرمی و وسعت احساسات مردم در حقیقت رأی اعتمادی بیچون و چرا به من بود. من تا آن زمان پادشاهی بودم که سلطنت را به ارث دریافت کرده بودم و از آن پس پادشاه منتخب ملتم شدم. مصدق در مقابل دادگاه به بازی خود ادامه داد. گاه میکوشید جلب ترحم کند، گاه شوخی میکرد، گاه با خشونت سخن میگفت. به هر حال توانست نمایشی برای مطبوعات بین المللی فراهم آورد. بعضی ها عقیده داشتند که چون مصدق از مادر به خاندان قاجار منسوب بود، نسبت به سلسله ما دشمنی خاص داشت. من از این موضوع مطمئن نیستم، ولی می دانستم که در دادگاه به عنوان قیام و اقدام علیه قانون اساسی با خطر محکومیت به مرگ مواجه است. پس در نامه‌ای به دادگاه نوشتم که شخصاً از همه تقصیرات او نسبت به خودم چشم پوشی می کنم. در نتیجه با تخفیف مجازات مصدق به 3 سال زندان محکوم شد و بعد از پایان مدت محکومیت به ملک بزرگ خود احمدآباد که در غرب تهران واقع است رفت و در سال 1345 درگذشت. محاکماتی که بعد از سقوط مصدق انجام یافت، حقایق شگفت‌انگیزی را پیرامون جریانات سیاسی سالهای 1320 تا 1332 بر همگان روشن کرد. از جمله آنکه شماره افسران قوای مسلح که عضو حزب توده بودند در این مدت از 110 تن به 600 تن رسیده بود. نقشه حزب توده آن بود که از مصدق برای برکناری من استفاده کند و سپس خود او را 2 هفته بعد از رفتن من از میان بردارد. حتی کمونیست ها تمبرهای جمهوری خلق ایران را که میبایست بعد از برکناری مصدق اعلام شود آماده چاپ و انتشار کرده بودند که من این تمبرها را به چشم خود دیدم. قیام ملت ایران به هواداری از من این نقشه ها را برهم زد و پس از استقرار مجدد حکومت قانونی در ایران، حزب توده به فعالیت‌های زیرزمینی و تخریبی پرداخت. اندکی قبل از این ماجرا، استالین درگذشته بود و بر اثر تغییر تدریجی سیاست شوروی، رویه حزب توده نیز بعداً دچار تحولاتی شد. پشتیبانی سیاسی و مالی روس‌ها از حزب توده محل تردید نیست. بعضی‌ها انگلیسی‌ها و مخصوصاً آمریکاییان را متهم کردند که در جریان قیام مردم علیه مصدق به مخالفین وی کمک‌های مالی کردند. مدارک انکار ناپذیر نشان می‌دهد که در این جریان سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا 60,000 دلار خرج کرده است. آیا می توان تصور کرد که با این مبلغ ناچیز و در مدت چند روز ترتیب یک قیام ملی به منظور پرداختن یک حکومت غیرقانونی میسر باشد؟ نزدیک به 30 ماه لازم آمد که چهره واقعی مصدق به صورت آن شاگرد جادوگر افسانه ها بر ایرانیان روشن و شناخته شود که چه جریان ها برانگیخت بدون آنکه خود قادر به تسلط بر آنها باشد. در آخر ماه مرداد 1332 حکومت اراذل و اوباش بر کوچه و خیابان‌های شهر پایان گرفت و ایرانیان توانستند در صلح و صفا و امنیت به کار و زندگی خود بپردازند. ولی در طی این مدت کشور دچار ویرانی سخت مغروض شده بود و در حقیقت طی مدت کمتر از 3 سال ما صدها میلیون دلار از دست داده و متضرر شده بودیم. در فصل بعد خواهیم دید که ایران چگونه توانست مسئله نفت را حل کند.